برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان عزیز گرامی. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکتی محمد با شما هستم. موضوع امروزه ما ترس حکومت تاجیکستان از یک پیرمرد 87 ساله است. دانیار نبییف 87 ساله برای رساندن کمک و خوراک به زندانیان و نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گناهکار دانسته شده به 5 سال زندان محکوم شد. حکم حبس را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در یک مرافعه پوشیده صادر کرده است. حالا تماشابینان عزیز لطفاً تگمه لایک را پخش کنید تا به دیگران نیز توصیه شود. در برنامه نظر چندین کارشناس نیز گرفته شده است. دانیار نبییف که همچون بابای دانا مشهور بود، در گذشته مسئول کمیسی تفتیشاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی بود. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی با دلیل آنکه مرافعه پوشیده گذشت به رسانه‌ها شرح ندادند. فقط نزدیکان آگاهان از این حال میگویند که مقامات جرم او را هنگام بازپرسی کمک به زندانیان و پیوندان آنها گفته‌اند. طبق معلوماتی به ما دسترس شده، دانیار نبییف معروف به بابای دانا سال 1934 تولد شده است و محل زیستش دهه گلبوته جماعت چمتپه ناحیه رودکی می باشد. دانیار نبییف در سابق مسئول بخش تفتیشاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی بوده است. محمدی تشایف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سابق رئیس شعبه این حزب در ناحیه رودکی ضمن یک صحبتش با ما گفت که سبب زندانی شدن این پیرمرد 87 ساله کمک کردنش به زندانیان سیاسی و خانواده های آنها است. به گفته محمدی تشایف این مصفد در ماه سپتامبر سال 2020 با جرم کمک به زندانیان سیاسی بازداشت شد و حکم حبس شدنش آخرهای ماه دکمبر صادر شده است. محمدی تشایف میگوید این پیرمرد نورانی یک عمر با دوستانش که در حال حاضر در زندان به سر میبرند همدسترخوان بود. از این رو نان و طعام از گلویش نمیگذشت. او میگفت رفیقانم در زندان خون میخورند، چگونه نان از گلویم میگذرد؟ از این خاطر برای خود قرض انسانی میدانست که نانش را نصف کند و به این زندانی ها برد. اکنون به همین جرم امروز زندانی شده است و زیر شکنجه قرار دارد. شناسایی بنده با نبییف دانیار از سال 2001 شروع شد که سال 2001 بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی رسما فعالیتش را شروع کرد و بنده از سال 2001 بابای مولا دانا را میشناسم و از شروع کردن فعالیت که در سال 2001 بنده با حیث مسئول جوانان در بخش ناحیه رودکی فعالیت میکردم. از همون سال بابای مولا دانا تا قطع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئول تفتیشاتی بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی بود. بابای مولا دانا شخصی بسیار خاکسار، شخصی سخاوتمند، بسیار شخصی فعال بود. از من دوره که من میشناسم در تمام چهاربینیا این مرد که سابقه دار حزب بود، از من دوره های اولی تأسیس حزب شامل این حزب شده بود. در همه فعالیت های حزب فعالانه اشتراک میکردند. واقعا ما برنامه های داشتیم، باید به زیارت دوستان یا به جلسه ها میرفتیم. باور کنید پیش از همه تا 1 ساعت پیش میرفت منتظر میستاد، در کجای میگفتیم یا در قرارگاه منتظر ما مسئولین میستاد یا دیگر مسئولین میستاد که تا که یک جایه از پشت برنامه هایم شویم. مصفد به حد مصفد دست به خیر بود. در اون دوره های فعالیت که در می رفتیم از چند باور کن روی خط چند بیوزن ها و صغیر ها را داشت که هر
ماه با آنها کمک میکرد و تشویق میکرد دیگر برادران که با این بیوزن ها با این صغیره ها کمک کنند. و خانیان خودش یک موی سفید رحمدل بود که خداوند اون را فرزند نصیب نکرده بود، فرزند نداشت. واقعا با همه رحمدل و بسیار موی سفید مهربان بود، با همه مسئولین آرام طبیعت، در فعالیتش بسیار جدی فعالیت میکرد. حتی ما سفرهای کاری داشتیم که از ناحیه به جماعت دوردستی ناحیه رودکیان ایسنبای قریب تقریبا با ماشین تقریبا 2 ساعت راه است که راههای ویرانه دارد. در همین سفرهای دور این موی سفید در اون وقتا با ما همراه میشد و از اعضایان حزب، از فعالیت های حزب در اونجا مقصد دیدن میکرد. واقعا یک شخصی بود که آزار نمیداد یک کس را. نمیدانم این حکومت ظالم از این موی سفید چی ترس داشت که در سن 87 سالگی این موی سفید نازنین، این موی سفید نورانی و این موی سفیدی که واقعا خدمت دلش برای این ملت میسوخت این را زندانی کرد. که این موی سفید خودش از درد گرده، از درد شوش رنج می برد. واقعا در ماهای می که حکومت تاجیکستان وجود این ویروس کرونا را تصدیق کرد در تاجیکستان، سرایت یافته اولین آدم هایی که کسل شده بودند همین بابای مولادانه در همون ماهای می ایون با این کسل کرونا مبتلا شده بود و با کمک خداوند از این بیماری شفا یافته بود. دیگر من این مرد را یک مردی صادق، مخلص و دوستدار وطن میشناختم. با جرم کمک به زندانیان و خاندان آنها محکوم به زندان شدن یک پیرمرد 87 ساله در حالی است که حقوق شناسان میگویند در قانونگذاری تاجیکستان، در قانون کیفری کشور هیچ یک اشاره به جرم و جنایت بودن کمک به زندانیان و خاندان آنها نشده است. در قانون‌های موجوده تاجیکستان علل خصوص در کودکس جنایتی که ما از موافق اون شخص رو به محکمه باید کشند، یگان نمود جزا برای رسانیدن کمک مادی، مالیوی و یا در دیگر شکل که به محکوم شده یا که نزدیکان آنها رسانیده می شود عموما پیش بینی نشده است. شاکر جان حکیموف، پروفسور، دکتر علوم حقوق شناسی میگوید در یگان جای کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به خاطر کمک به حبس شدگان و یا پیوندان حبس شدگان جزا پیش بینی نشده است. برعکس این عملی شایسته می باشد که سزاوار تحسین است. بدون شک چنین معیار را کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یا قانونگذاری کیفری مقرر نکرده است و ترتیب کمک و از جمله خوراک، سبزوات، میوه یا در شکل پول رو صنعت‌های زیرقانونی مقرر نمودند و جمله کودکس اجرای جزای جنایتی و دیگر صنعت‌های زیرقانونی. بنابراین اگر با ترتیب مقرر شده این موسفید و هر شهروند دیگر کمک کند با در نظر داشت مشکلات اقتصادیات ملی و واقعیت ها تاجیکستان، این عمل خیر است و نباید باعث محکوم شدن یا از آزادی محروم کردن شهروند باشد و در صورت جای داشتن علامت جنایت در ترکیب کردار موسفید به هر صورت عامل‌ها را به اینابت باید نگرفت به مثل تا چه اندازه در آزادی ماندن وی و وضعیت تاجیکستان تهدید و خطر ایجاد می‌کند یا او ریسیدیویست است، یعنی جنایتکار اشدی و غیره. اما فقط برای آن که او خواست که به نوبسته از عقیده سیاسی اعتقاد و موقع شهروندشان خالصانه کمک رساند و چند مراتبه شاید، اما او را از آزادی محکوم کردن، محروم نمودن، این عمل خیر نیست و از نگاه نه تنها دین این چنین
ارزش‌های دولتی دنیایی و دموکراسی نیست خوب نیست و باعث نگرانی و ناراحتی ما باشه. با گفت شاکرجان حکیموف حتی پشت درهای بسته گذرانیدن مرافعه سودی این پیرمرد نیست شبهه برانگیز است. با پرونده تنها در حالتهای استثنایی مهری مخفی میزنند و پرونده پشت درهای بسته میگذرد. اما پرونده که این پیرمرد 87 ساله داشته است و او را به حبس محکوم کرده اند شبهه برانگیز میتابد. البته قانونگذار حالتهای استثنایی را پیش بینی نموده است که طبق آن ضمن عملی نمودن عدالت سودی مرافعه ها می توانند پس درهای پوشیده گذرند، ولی انجام این گونه مرافعه ها را با عنعنه یا عادت نباید تبدیل دهیم، ولی باعث نگرانی است که با هر بهانه در سالهای اخیر مرافعه های سودی پس درهای بسته صورت میگیرند که در نتیجه شفافیت و ترتیب مقرر شده برابر این اشتراکچیان مرافعه خلالدار می شود و موقع مقصد می بود که نه تنها ایراد و شکایت های عامل های خارجی و سازمان های بین المللی، اینچنین سازمان های ویژه‌ای که در داخل کشور کار و فعالیت دارند و رسالتشان نظارت مردمی از بالای جاری شدن عدالت سودی بوده است و منفیت دولتداری و تحکیم اصول تجزیه حاکمیت دولتی و عدالت سودی نیز میباشد. ولی چون مشاهده ها از آن گواهی میدهند که این گونه ایرادها به اینابت گرفته نمی شود، در نتیجه در حسابات های سازمان های بین المللی این چیز دائم تاکید می شود و بدون شک و اعتبار بین المللی رهبری سیاسی کشور و عموما دولتداری ما تاثیر منفی رسانیده، کفالت جلب سرمایه خارجی را نیز کمتر می کند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی صدها کاربران زندان شدن بابای دانه را محکوم کردند. در نوشته‌های کاربران برعلا دیده می شود که این عمل مقامات تاجیکستان اکثر مردم کشور را به خشم و غضب آورده است. حتی گروه سیاسی 24 با پخش یک اظهارات به حبس شدن دانیار نبیف پیرمرد 87 ساله واکنش جدی کرد. گروه 24 نوشت که مقامات تاجیکستان در سیمای این پیر خرد هم که عمر خود را در آبادانی کشور صرف کرده است، یک نفر تروریست و افراطگرا و برای اطرافیان یک نفر شخص خطرناک را دیده او را به زندان روان کرد که این حادثه شاید در کشورهای دیکتاتوری بی سابقه باشد. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان نیز ضمن شدیداً محکوم کردن حبس دانیار نبیف این اقدام مقامات را غیر انسانی دانسته از مسئولان دخلدار تاجیکستان تقاضا کرد که فوراً این پیرمرد 87 ساله را آزاد کنند. همچنین از همه سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و کورپوس‌های دیپلماتی فعال در تاجیکستان کمیته طلب کرد که بی‌طرف نباشند و برای آزادی این پیرمرد تمام تلاش و کوشش خود را به خرج دهند. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان، ضمن صحبتش با ما حبس پیرمرد را یک عمل وحشیانه مقامات تاجیکستان عنوان کرد. قضیه موسفید 87 ساله نبیف دانیال بابای دانه که امروز نمیتواند که از شخصی که در وجودش کمی رحم و شفقت است او را در کنار گذارد به طرف ماند. بابای دانیال یک مستفیدی هست که عموما فرزند ندارد، یک مستفیدی به فرزند هست و خاطر آنه که در عیدهای گذشته در عید رمضان و قربان و خانواده زندانیان سیاسی کمک کرده است، از حساب نفقه خودش از حساب 4 تنگه از هر دو جمع کرده است، خرید کرده است
سیب و گوشت و به خانه خانواده زندانیان سیاسی برده است تا که آنها در روز عید یک کمی هموشان خب دیگر احساس کنند که کسی از اونها حمایت میکند، کسی در فکر اونها هست. ولی مقامات های اوباش، مقامات های قدرتی اوباش ظالم که در وجود آنها هیچ رحم و شفقت نیست، این موی سفید به فرزند را که 87 سال سن دارد بابای دانا را روانه زندان کردن و امروزها او در زندان رنج میبرد. من از مردم شریف کشورمون بخصوص از جوانان خواهش میکنم که شما باید بدانید که وقتی که بابای دانیال فرزند ندارد، باید ما بدانیم که هر یک فرد کشور که در تاجیکستان است، هر یک فرد، هر یک شخص، هر یک جوان باید خود را همچون فرزند بابای دانا احساس کند و برای آزاد شدن چنین یک موی سفید بی گناه نورانی از چنگال این ظالمین، از چنگال این درنده ها، از چنگال این ضحاک، ماران ضحاک باید که خلاص یابد. واقعا هم انسان نمیتواند چنین دهشت را، چنین ظلم را ببیند از طرف یک عیده. نمیدانم اینا کی هستند، اینا از کجا هستند، نوابسته از ملیت و از محلشان اینا دارن ملت ما را نابود میکنند. اینا نه به زن، نه به کودک، نه به موی سفید، به هیچ کس رحم ندارند. کمیته ما، کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، از روز اولی که این واقعه را فهمیدیم، خبرش رسید، در حال ما تمام سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و کارپوس‌های دیپلماتی در تاجیکستان بوده، همه سفارتخانه‌ها را از این قضیه، از این ظلم، از این جبری مقامات، از این جبری رژیم آگاه کردیم. و امروز هم من از همه خواهش میکنم، از همه مردم عزیز، مردم مبارز، مردم شریف که بیکنار نیستند، از چنین مردم بی صاحب به قول ما، به قول تاجیکان حمایت کنند، زیرا که در زندان بودن چنین مردم، بخصوص موسفیدانی که سنشون از 80 بالا هست، از 70 بالا هست، برای ما، برای ملت این یک ننگ است. ما نباید در کنار بیستیم. روز فرا میرسد که ما به زودی های زود خواهیم دید که این مقامات ها، این دو سه رئیس کمیته و وزیری که از یک خانواده ظالم، از یک خانواده دزد، از یک خانواده که یک قسم کشور رو به چین فروخت حمایت میکنن و چند چاپلوس دیگر هم در رسانه ها طریق فیکی از اینها حمایت میکنند، اینها بدانند که برای اینها روز کم مانده است، روزی به شمار مانده است. اینها در نزد ملت، در نزد قانون جواب خواهند گفت. و همین خاطر بار دیگر از همه مردم شریف و عزیز کشور خواهش میکنم که بی‌طرف نیستید، در کنار نیستید، در مقابل ظلم این ظالمان چشم نپوشید. ما حالا وضعیت کرانتینی هست، چون این بیماری کرونا ویروس کووید 19 در دنیا دارد مردم را تهدید میکند. به همین خاطر ما نمیتوانیم که تظاهرات و پیکت ها دایر کنیم. ولی بعد از گذشت 2 هفته که در بسیاری از کشورهای اروپا کرانتین برهم میخورد، ما در همه جاها، در همه نزد سفارتخانه ها، در نزد سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا، در نزد دفترخانه های اینها همه گونه پیکت و تظاهرات ها رو بر راه خواهیم گذاشت و به دنیا ما نشان میدهیم که در کشور ما یک عده اوباش، دزد، رذیل، خائن، کسانی که به هیچ کس رحم نمیکنند حکومت میکنند و ما از اونها کمک میکنیم که برای نابود کردن یک رژیم به همه مردم مبارز کمک رسانند. دفتر مطبوعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز ضمن پخش یک اظهارات نوشت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بارها تاکید کرده است که اعضای سابق این حزب در داخل کشور برای مقامات حکم گروگان را دارند و هر وقت بخواهند هر یک آنها را با اتهام‌های بافته بازداشت و با شکنجه وادار به اعتراف می‌کند که بابای دانه هم یکی از این حالت هاست. در اظهارات ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اقدام حکومت را محکوم نموده از همه سازمان‌های مدافع حقوق بشر داخلی و خارجی خواهش کرد که برای آزادی این پیرمرد تلاش کنند. حالا بیایید به حرف‌های سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بابا جان قیمزاد گوش می‌دهیم. خب درباره بابای دانه، پیرمرد 87 ساله که از طرف مقامات به حبس محکوم شد،
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اظهارات این عمل را محکوم نمود و تاکید کرد که حکومت مناسبت خودش را با اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه همچون گروگان ها به راه مانده است. یعنی هنوز هم حکومت تاجیکستان با اعضای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در کشور باقی مانده‌اند همچون گروگان مناسبت میکند و هر وقت که بخواهد آنها را بازداشت میکند، شکنجه میکند و در نزد دوربین گذاشته اعترافاتی مجبوری از آنها میگیرد که این عمل غیر قانونی و ضد انسانی است. اصلا در مسئله اینکه این حکم چه پیامدهایی دارد، پیامد اصلی اون این است که بی‌اعتمادی نسبت حکومت بیشتر خواهد شد، چون که حکومت همیشه دعوت میکند از مردم که بیایند به کشور و برگردند، کسی با اونها کاری ندارد. ولی حالا بابای دانه که در داخل کشور باقی ماند با اینکه پیرمرد 87 ساله است، فقط به خاطر اینکه در روزهای عید یا در روزهای نمیدونم یک خرسندی و مصیبت به خانواده زندانیان کمک های ناچیزی میکرد و با آنها مثلا یک خوراکی های مثل گوشت یا چیز دیگر برده میداد، با چنین حکم وقتی که گرفتار میشود آیا دیگران چگونه با این وعده ها و دعوت های حکومت باور کنند و برگردند و به تاجیکستان روند؟ واقعا این مصیبت است که حکومت به سر خودش میخرد و بار دیگر نشان میدهد که از اول هم عهد شکنی کرده بود و حالا هم این عهد شکنی ها ادامه دارد. و بار دیگر از تمام از این فرصت استفاده میبرم و از تمام سازمان های بین المللی و سازمان های حقوق بشری که در این قضیه فعال هستند دعوت میکنم که به قضیه این پیرمرد 87 ساله بی‌طرف نباشند و کار کنند که این پیرمرد از زیر ظلم نجات یابد در آخر عمرش، در روزهای به شمار یا سالهای به شماری که از عمر او مانده است. صلاح نیست که به یک انسان، به یک پیرمرد چنین مناسبت شود. اگر حکومت ذره به کرامت انسانی پایبند می بود، به چنین پیرمرد چنین مناسبت نمی کرد و واقعا جای تأسف دارد و ما این عمل حکومت رو محکوم کردیم و باز هم محکوم میکنیم. ببینید تماشابینان گرامی، چنانه که یک فعال فیسبوکی در صحیفهش نوشته است، ما شهروندان تاجیکستان با شهروندان دیگر کشورها یک فرق اساسی داریم و آن فرق اساسی این است که دیگران در نزد حکومت‌های خود ذاتاً بیگناه هستند مگر اینکه گناهشان ثابت شود، ولی ما تاجیکستانی ها در نزد حکومتمان همیشه ذاتاً گناهکاریم مگر اینکه بتوانیم بیگناهی خود را ثابت نماییم. آیا می توانیم بیگناهی خود را ثابت کنیم؟ در تاجیکستان فقط یک راه دارد. اگر پولی بی برکش داشته باشیم که با آن گناه خود را موقتا خریده توانیم، دیگر هیچگاه. هرگاه چشم رویت، قد و قامتت، شیشت و خستت برایشان معقول نشد، جایت زندان می شود. وگرنه در یک کشوری که یک نجس نابالغ را تجاوز می کند، دادگاه حرامخور او را از تالار سود آزادش می کند، اما بابای دانه 87 ساله را که فقط نیمی از نانش را که از گلویش نگذشته است و برای رفیقان بیگناه در زندان خوابیدهش برده است، به 5 سال زندان محکوم می شود. حالا این پیرمرد 87 ساله شاید کهنسالترین زندانی جهان باشد. نمی اندیشید؟ حکومتی که از خوراکبری موسفید 87 ساله به محبس می ترسد و او را نیز زندان می کند، مگر حق معنوی داشتن زمام کشور را دارد؟ یک حکومت با تمام قوت و قدرت صرفم نرود که دست خیر و سخاوت داشتن به زندانیان که الکی ادای جزا میکنند جنایت نیست. اگر جنایت می بود به اصطلاح پریده‌چ من میشد.
نزدیکان نمی توانستند به زندان خلطه خلطه اردو، برنج و مکران، سبزوات و روغنی رستنی برند. بیچاره همین نزدیکان محبوسان هم محبوس خود را خورانیده می پوشانند و هم زندانبانان را با اهل و عائله اشان. ده ها زندانبان را می شود نامبر کرد که ماشین های تمغه خارجی می راند. این در حالی که معاش 10 ساله اش را هم جمع کند ماشین خریده نمی تواند. ماشین را که دادرم، عمکم، تقایم، به نام عمه، تقا، خاله، برادر، دادر، خواهرزاده ماشین را ثبت کرده هستند. حالا باشد یک موی سفید 87 ساله را تنها به خاطر آن که به دوستانش در زندان کمک کرده است میبرند به 5 سال زندان حبسش میکنند. ای بیخردان، این عمل در کجای کدام قانون جرم دانسته شده است؟ در کجا؟ آیا شما میگویید که با کدام قانون کیفری این پیرمرد 87 ساله را زندان کردید؟ مرد هستید گفته میتوانید؟ این پیرمرد 87 ساله گوجای شما را کفاند. به کرسی منصبی کدامی از شما تهدید کرد؟ آی ظالمان، مگر شما مسلمانید؟ در اسلام کمک به زندانی و مساعدت به آزادی آن حتی کفاره ترک عبادت‌های اصلی ترین و مثل نماز روزه است. این حرف من نه، حرف علمای اسلام است. بجای آن که بیچاره زندانیان سیاسی را که بیگناه به کنج زندان پرتافته اید آزادشان کنید، این موسفید 87 ساله را زندان کردید. باوری دارم همین موسفید به آن خاطر کنج زندان رفت که به گفت و فرمود قانون شکنانه ان همین حکومت ما کار نکرد. ای حکومت داران، به همه معلوم است کردار و رفتار شما. چند تهمت و بهتانی که توسط این موی سفید میخواستید به دیگران بزنید نتوانستید. به یک موی سفید همین قدر زورتان رسید که بدون ثابت کردن هیچ یک جرمش برید و زندانش کنید. شرمتان باد. اینجا پایان برنامه ماست. تماشاگران گرامی بی‌طرف نباشید. این برنامه ما را به دیگران نیز فرستید. تا دیدار، الله نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه